مختار حبیبی هستم، مدیر مسئول و مؤسس اکادمی زندگی مثبت و همچنین به عنوان مدرس مهارت‌های کلامی و ارتباطی در اکادمی زندگی مثبت. فارغ التحصیل از مقطع ماستری دانشگاه کاتب، رشته اقتصاد توسعه و همچنین دوره لیسانس خود در دانشگاه کابل رشته اقتصاد به اتمام رساندیم. دقیقاً آغاز فعالیت‌های فرهنگی و در عین حال کارهای علمی و آموزشی ما برمیگرده به همون هدف‌ها و آرزوهایی که آدم در دوره دانشگاه داره. بدون شک در دوره دانشگاه یک از اهدافم داشتن و تأسیس یک نهاد علمی و اکادمیک برای خودم بود. اکادمی زندگی مثبت فعلا در بخش‌های بیشتر مهارت‌های فردی کار میکنه. در بخش سخنرانی و فن بیان روی قدرت کلامی کار میشه. بخش دوم بخش کامپیوتر ما هست. بخش سومی که ما فعالیت داریم بخش هنر عکاسی و فیلمبرداری هست. بخش هنر خوشنویسی و در این حال خطاطی که داریم. در کنار هنر خوشنویسی و خطاطی رسامی و نقاشی هم داریم. یکی از برتری که استاد حبیبی دارم اینجاست که خب در هر زمینه‌ای که هنر باشد، بخش مثلا نهاد آموزشی باشد، علاقه به ایجاد از اون بخش دارد و تشویق می‌کنه جوانان را و همچنان تلاش داره که در کنار از اینکه خودش روش میکنه یک تعداد از جوانای دیگر همچنان همراه خود در سطح بالاتر بیاره. فی الحال گفتم میتونم الحمدلله در حدود 10 تا 12 نفر ما اینجا همکار داریم و تلاش من بر از است که مسیر ما وسیع‌تر کنه. توسط در سمسترهای آموزشی ما بین 200 تا 300 و دوره‌های زمستانی ما حتی 400 نفر فضل خدا داشتیم در دوره‌های آموزشی خود. هدف کلی ما گستردگی یا گسترش دامنه‌های فعالیت ما هست، ایجاد شعبات جدید در نواحی مختلف شهر کابل تا بتونیم از این دریچه برای هموطنان خود فرصت‌های آموزشی به صورت علمی و تخصصی داشته باشیم و در کنار این ایجاد فرصت‌های آموزشی در سطح علمی بالا هست. واقعاً یک دیدگاه کلی که ما در اکادمی زندگی مثبت داریم. شخصاً خودم اکادمی رو به دید یک اکادمی نمی‌بینم، به دید یک دانشگاه می‌بینم. من در آغاز هر سال برای خودم یک تا کتابچه می‌گیرم. در سال 1403 من دقیقاً نام سال خود بر زندگی خود مانده بودم، سال آموزش و تغییر مثبت. اولین کاری که میکنم من دقیقاً یک شکرگزاری میکنم، ولی این طرفش میام شروع میکنم به برنامه‌ریزی بخش‌های کاری خود در بخش‌های شخصی زندگی خود. من هدف جور کردم، مثلا اهداف تحصیلی و مهارت‌های خود گرفتیم، بعد آمدیم اهداف کسب کار و امور مالی خود، اهداف خانوادگی گرفتیم که من در خانه چی کارها کنم و اهداف تندرستی و سلامتی خود که روزانه من چی کارها را انجام بدم و همچنین اهداف اجتماعی خود. یکی از برنامه‌هایی که در سال 1403 من جزء برنامه‌هایم بود مهربانی و تبسم بر لب بود. چرا؟ چون یک چیزی هست که ما اگر منابع مالی بر یک نفر نداره، مهربان بودن ما هست، اخلاق نیک ما هست. ما با اکثریت از برنامه‌های خود در سال 1403 رسیدیم. به جای داشتن کتابچه خاطرات در زندگی، خیلی وقتا ما افغان‌ها عادت داریم به جای خاطرات خوب مثبت منفیش نوشتن. بریم کتابچه موفقیت در زندگی داشته باشیم، کتابچه هدف، برنامه، بریم از چالش‌ها، مشکلات، سختی‌ها، دشواری‌ها، از مسائل‌ها و دشواری‌هایی که در کشور ایجاد میشه به دید یک فرصت ببینیم. و اگر دید ما نگاه ما مثبت نباشه، زندگی تلخ تاریک میشه. زندگی تلخ و تاریک باعث از این میشه ما روابط خانوادگی ما شکننده شه و روابط اجتماعی ما دچار مشکل شه و شرایط اقتصادی همین کمرم که داریم امیرم از دست میتیم چون ناامید میشیم. خیلی عزیزان ما می کار کردن، مهاجر شدن، اونجا هم ناامید هستن. پس برگردین، همین خانه خودتون هست و همین خانه خودتون میتونین بهتر بسازین. فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود همسو کردیم در قسمت برگزاری مسابقات کتابخوانی، مسابقات در حوزه سخنرانی و فن بیان، مسابقات تشویق جوانان بخش عکاسی و فیلمبرداری، هنر عکاسی، مسابقات بخش کامپیوتر، تشویق جوانان در این راستا ما فعالیت‌های خود داشتیم.
و باور دارم که امسال اگر ختم شود 1404 برای 1405 خود بازم یک پلان کسب کار جدید دارم. به خاطر چه؟ به خاطر از که ما اگر کسب کارها رو ایجاد نکنیم پس دامنه‌های اشتغال زایی در افغانستان ایجاد نمیشه. دامنه‌های اشتغال زایی ایجاد نشه جوانای ما دوباره به بیرون متوسل میشه. خود کارآفرینی یک حس خوبی داره. انسان وقتی صاحب کار خود هست این خودش یک احساس قشنگ و مثبت داره، و خصوص زمانی که شما به عنوان یک کسی قرار میگیرین که برای دیگر خانواده امید ایجاد میکنین. امیدواری ما هنوز هم بر جامعه افغانستان و آینده افغانستان روشن هست و باور داریم که این شرایط از این کرده هم بهتر میشه، و شرط این که جوانای افغانستان ناامید نشن، هرگز دست از تحصیل، تعلیم، آموزش، پرورش بر ندارن. آموزش و پرورش تنها در داخل یک مرکز آموزشی، تنها در داخل یک نهاد علمی و اکادمیک نیست. امروز دنیای ارتباطات است، دنیای تکنولوژی هست. نسل جوان افغانستان خود آراسته کنه، آماده کنه با تکنولوژی. پیام برای همه عزیزان و هموطنانم این هست: افغانستان خانه مشترک ما هست، بریم خانه مشترک را بسازیم و با هم همسو با هم این افغانستان رو زیبا کنیم، چون یک گلخانه زمان زیبا هست که گلهای رنگارنگ داشته باشه و فعلا هم افغانستان زمان زیبا میشه که ما با این گلهای رنگارنگش با هم بپسندیم و نسل جوان افغانستانی مسیر را قوی تر از گذشته ادامه بدیم.